سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم که پارت 9 رو برای شما بگیریم از این بازی کال آف دیوتی جنگ جهانی دوم. و بچه ها ببخشید به خاطر تأخیر مال پارت 8 که گذاشتم، چون که متاسفانه اینترنت من تموم شد و برای آپلود کردنش خیلی واقعا سخت بود. یعنی یه ماجرایی داشت و حجمش خیلی بالا بود و من حالا با یه سری کارا شد که بالاخره براتون پارت 8 رو آپلود بکنم. فکر کنم همین دیروز براتون آپلود کردم. اگه الان دارید میبینید 23 آبان 1403، من 22 یا 21 براتون آپلودش کرده بودم. الان هم که پارت 9 احتمالاً مثلا شاید 26 یا 27 نگاش کنید، حالا به دلیل اینترنت که بهتون گفتم، و همچنین ادیتش که خیلی زمان میبره برای من و اینکه بخوام عکس خودم رو از پس زمینه جدا کنم خودش خیلی زمان میبره و همچنین مثلا ادیت های مختلف براش انجام بدم و اینا. خب خیلی حرف نزنم و بهتون بگم هر پارت 20 دقیقه است و بیشتر 20 دقیقه نمیذارم و همین دلیل که بهتون گفتم به دلیل اینترنت. پس بریم که سریع شروع کنیم. 19 دقیقه و 30 ثانیه از الان وقت هست برای اینکه بازی رو انجام بدیم. اینو فقط اینجوریش دارم اینجا که مزاحمتون نباشه. Crowd's got a death grip on them for good reason. We're drilling a hole clear through their western border. Davis has us going block by block, house by house. و بچه ها اگر که سوالی در مورد این بازی دارید یا هر چیزی دیگه در مورد کلا اندروید اگر سوال دارید یا کامپیوتر، من پاسخگوی شما هستم. چون آخرین کامنتی که دریافت کردم در مورد باتری گوشی بود که یه نفر سوال کرده بود و من جوابش دادم. The kind who thinks it's a Dear John. See the address? She wrote Daniels, not Red. Only one reason to be so formal. Hate to say it. I think she's cutting you loose. Or hey, maybe it's like Schrodinger's letter. You know, you don't open it, she's still your girl. و بچه این هم بهتون بگم احتمالاً عید حال 403 به احتمال 60% من کارت گرافیک میخرم برای کیسم و دیگه بازی ها رو با کیفیت خیلی بیشتری ما اجرا میکنیم. حالا اینکه این بازی که هیچی نیست، حالا بازی های سنگین تر رو ما با گرافیک های بیشتر اجرا میکنیم. و حالا اگر بازی GTA VI یا همون GTA 6 که بیاد، اولش و همش خریدنیه، تا چند سال ما نمیتونیم بازیش بکنیم. حالا به دلیل پول و اینا تحریم هم شاید باشه، اصلا معلوم نیست. چی شد؟ اصلا یه درد داشتم حرف میزدم و حواسم پرت شد، یهو داد زد. چه خبره؟ چی شد؟ چقدر صداش بلنده. Lieutenant Turner, we expect to go now! The tanks are covering our flag! Guys, pipe down and let me think, goddammit! No, we don't have time to think! Alright, Daniel! You and I will go with Pearson and call it in! Move! Alright, let's go! Fire! Daniel, get to the field goal! I'm going! بچه یه لحظه من برم در اتاق و ببندم و سریع برمیگردم.
خب برگشتیم الان بریم سراغ ادامش. Edward White 27 and villain. We're drawing fire. Requesting immediate support to phase line 2, over. Copy that, but we'll be leaving our flank exposed. All right, just get your asses here as soon as you can. Understood. Working on it. Over. Make it quick, these packs are tearing us apart. Over and out. All right, boys, we're rerouting to the Stat Theater. The first platoon needs us. Enemy dispositions unknown. Switching to radio and intercom. Radio master on. Rapson, we're taking a right to cut back to the theater. Right ahead. Roger that, Press. Abrams, Poole, hold position here with second platoon. این جنگه به نظرم بچه ها Copy that. سخته چون Everyone stay که sharp. Watch the windows for infantry. All right, Rapson, let's move. به نظرم این جنگ قرار سخت‌ترین جنگ بشه. من اینجوری حس میکنم. چرا اینجوری؟ خب چیکار رو بکنیم دقیقا؟ کیو من باید بزنم؟ اینا مثلا دشمن هم؟ میتونه بره جلو اصلا من نفهمیدم. خب بریم ببینیم چه خبره. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم که قراره حالا احتمالاً تا 2 ماه آینده میکروفون بخرم و دیگه اداها رو احتمالا ما با اون ضبط بکنیم چون که ادای من یه خورده کم میاد براتون و میخوام این وضعیت رو درستش کنم. We're in their turn now. Whole different ballgame. یعنی واقعا ویبراش هم جایی داره میزنه تو دستم. انقدر ویبراش قویه دستم الان بی‌حس شد. واقعا دارم میگم بی‌حس شده. یعنی حرکت که دارم میکنم رو خاک همینجوری داره ویبراش. من حواسم نیست اصلا. کیو برای من برای الان کو دشمن نیست. واقعا بچه رو میبینید همش داره الان تو فیلم آروم آروم داره میچرخه ولی تو واقعیت واقعا داره تون میچرخه. چیکارش کنم؟ اصلا بی‌حس شد. بچه این ویبرش اصلا کار نمیکنه. نمیدونم الان یهو خراب شد یا الان اینجا کاربردی نداره. نمیدونم برای من دارم نگاش میکنم اصلا حرکتی نمیکنه. عجیبه. 2 ماه من فقط این دسته رو خریدم. نمیدونم الان خرابه یا نیست. از کجا دارن میزنن؟ چرا حرکت نمی کنم؟ چرا حرکت نمی کنه؟ اصلا گیر کردیم حرکت نمی کنه. چرا اینجوری شد؟ یعنی چی؟ حرکت نمی کرد اصلا.
اینو بعد داریم. یعنی چی اینجوریه اصلا درست کار نمیکنه این تانکه. الان من دقیقا باید چه غلطی بکنم؟ چرا؟ اصلا معلوم نیست چی کار باید بکنم. بالا رو بزنم این تانکه رو، تانکه خواهی چیش نمیشه. باز من هیچی نفهمیدم، یعنی همه سی داریم میریم باز هیچی نمیفهمیدم باید چی کار انجام بدم که بشه. اینگاه باید برم اون بر. آره فکر کنم اینجا باید میرفتم که بعد مثلا اون گمراه بشه. آره خب چیکار کنیم حالا؟ مأموریتمون دیگه چیه؟ کجا رو بزنیم؟ حرکت نمیکنه چرا؟ الان کار کرد. وقتی تیر میزنیم کار میکنه، همینجوری کار نمیکنه. خب چرا اینجوری تانکش اصلا انگار تانک نیست، یه چیز دیگه است، کار نمیکنه. خب بریم کجا؟ اینجا مأموریتی هنوز بهمون نداده. چی شد؟ باز چرا نمیخوره الان؟ چقدر تانکش آشغاله. خواه حرکت کن. دقیقا من برم کجا؟ خب اونجاست، هنوز ما رو ندیده. بعد بریم دقیقا کجا؟ نمیدونم والا. او دیدمون بچه.
Lost visual on the enemy. Gotta find him. دوباره دیگه بود. من فکر کنم من دور خودم میچرخم، هیچ کاری انگار قرار نیست بکنیم. من فکر کنم باید اینو بکشم، یعنی حس میکنم باید اینو بکشم ولی این نمیمیره. چیکار باید بکنم خب؟ مرد؟ آره مرد. من اینو میکشتم الان تو این زمان برای چی؟ هیچ علامتی که اصلا نشون نداد که من باید اینو بکشم. اوه چی شد؟ چی کار دارم میکنم؟ آدمه نیست که بخوام بکشم. مردیم خب. خب من الان هی دارم بهش تیر میزنم وقتی نمیره چیکار باید بکنم؟ بله بچه ها کشتیمش، فقط الان باید بریم سراغ یک تانک دیگر. ای بابا چیکار کنم؟ داشتم میکشتمش از کدوم طرف باید بزنم؟ خود نمیدونه. وقتی نمیدونم
down stuff is front. We're in their crosshairs. Shot didn't penetrate. Reloading! Tiger on our left. He's got us targeted. Shot down stuff. Get out of his crosshairs. Enemy fire! We're hit. I don't think we can take much more. Shot down stuff is front. Right side hit! We're in their sights. We gotta move. Shot Ricochet. Front Ricochet off his front. Fire on his sides. ای موش. We still got a tiger to take out. We're not leaving till we kill that last tank. Shot didn't penetrate. We're round to his side. اینم میکشتم. Take! Fuck it, tiger! Lure it back! We need to hit his legs! We're in their sights! We gotta move! We're getting beat up! We got another Panzer here too! Front armor caught the shot! Right free! Shot can't penetrate that front armor! We're rounds on his side! We got him killed right. Straight shot! Good hit! We're in their crosshairs! Ready to fire! I don't think we can take much more! We have to move! We're too exposed! Preston! Left side hit! Left side! He's got a beat on us! Shot didn't penetrate! Shots to the front won't penetrate! Stay out of his kill range! Just glanced it! Right his reach! Around Ricochet off his front! Get out of his crosshairs! چرا اینجوریه این بازی؟ ای وای 23 دقیقه شد. خب بچه ها معذرت میخوام وقتتون رو واقعا گرفتم و 23 دقیقه است ما داریم ویدیو میگیریم. من واقعا اصلا حواسم نبود انقدر شده. و این ویدیو به پایان میرسه و اینکه در پارت بعدی انشالله این دوتا تانک هم میکشیمشون و دیگه میریم برای ادامه بازی. و اینکه تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.